سلام و عرض ادب به شما مخاطبان کانال فوتوفن معلمی. امیدوارم هر جا هستین حال دلتون عالی باشه. من میخوام در مورد تنبیه صحبت بکنم. تنبیه یعنی چی؟ تنبیه یعنی زدن فقط؟ نه. تنبیه یعنی شماتت، تنبیه یعنی قضاوت، تنبیه یعنی سرزنش، تنبیه یعنی لقب دادن، تنبیه یعنی توهین کردن، تنبیه یعنی فحش دادن. تنبیه فقط تک نفریه؟ نه. تنبیه میتونه دست جمعی باشه. داد زدن ما یه نوع تنبیه، فریاد ما یه نوع تنبیه، نکات منفی یه نوع تنبیه. و ما متاسفانه بعضی موقع به این نکته مهم توجه نداریم و کل کلاسمون رو توی یک جو منفی میبریم. چرا؟ چون بچه ها همزاد پندارن. وقتی ما یک دانش آموز رو لقب میدیم، مسخرش میکنیم، توهین میکنیم و تنبیه کلامی داریم، کل کلاس با اون دانش آموز همزاد پنداری میکنه. سلامت باشید. یا علی مدد.